گل دوم امباپه به خاطر خطای قبلی فدریکو والورده روی لامین یامال بعد لغو میشد. آورلیان شوامنی به خاطر خطاش روی فران تورس در حالت تک به تک بعد اخراج میشد و همین بازیکن مرتکب یه هند توی محوطه جریمه شد که باید پنالتی گرفته میشد و در آخر گلی که از فرمین لوپز تو دقایق انتهایی بازی لغو شد نباید لغو میشد. اینا ارزیابی و بازبینی سایت آرشیو وار از داوری ال کلاسیکو اخیره که اتفاقا به این داور نمره 0 از 10 پایین ترین نمره توی چند فصل اخیر رو داده. بدتر از همه این که با انتشار فایل صوتی مکالمات بین داوران توی این بازی متوجه شدیم که روی صحنه هند شوامنی اپراتور وار بدترین صحنه ممکن واسه بازبینی داور گذاشته و به داور میگه هیچ صحنه دیگه قابل رؤیت نیست. Vale Alex, ahí tienes la imagen, es un tiro a puerta y ahora no tenemos muchas más cámaras potentes. Vamos a ver qué tenemos por ahí porque no se veía muy bien porque cortaba la portería. و روی صحنه هند فرمین لوپز هر دو تا داور VAR و داور وسط قوانین لالیگا رو یادشون میره.